گفتم. ولی خب سینا وقتی که فامیلش رو عوض کرد و گذاشت مهراد، اون موقع چه حالی پیدا کردین؟ تا وقتی که نگفت چی گذاشته عصبی بودم، خشمگین بودم. مگه من چمه؟ مگه سهیلی چشه؟ سهیلی اسم بدی نیست، فامیل بدی نیست. چرا باید از زیر چتر خاندان سهیلی خارج بشه؟ ولی وقتی که گفتم چی به جای سهیلی گذاشتی؟ گفت مهراد. به دلیل ارادت بی اندازه خودم از اول راهنمایی یا از پنجم دبستان به فرهاد مهراد. فرهاد مهراد کسیه که موسیقی ایران فراموشش نخواهد کرد. حافظه ملت ایران صدای فرهاد مهراد رو فراموش نخواهد کرد. با صدای اینها خیلی هامون اشک ریختیم، خیلی هامون بغض کردیم، خیلی هامون عاشق شدیم، خیلی هامون کنکور دادیم، خیلی هامون خیلی به این دلیل وقتی گفتش که اسمم سینا مونده و فامیل گذاشتم مهراد، یه بار انگار یه سطل آب سرد ریختن رو من که گفتم خوبه یه نفر اسم فرهاد مهراد رو تا حدودی زنده نگه میداره. و سینا خبر داشت که شما چقدر دوست دارید مرحوم فرهاد رو. به همین دلیل گذاشته بود. و شاید هم میخواست مثل نیکولاس کیج از زیر سایه عموش فرانسیس بیرون بیاد. من فقط بذاری بخندم دیگه. اینم میتونه باشه. مثلا نگن که مثلا نه، مستقل باشه. به دلیل این بود که ما اهالی سینمای بسیار خوبی داریم، اما یه اما هم داره، یه ذره حسود. این حسادت کم و زیاد داره ولی سوخت و سوز نداره، در هممون هست. شاید اینجوری فکر کرده که یه بار یه سعید سهیلی، یه ساعد سهیلی و یه سینا سهیلی شاید مثلا مردم و شاید اهالی سینما خیلی خوشایندشون نباشه. گفت شاید فکر کرده با خودش، شاید اینا رو من واقعا نپرسیدم از، شاید فکر کرده که سعید سهیلی و سینا و ساعد سهیلی برای سینما ایران کافیه. ممکنه برخی از منتقدین این سوال براشون مطرح بشه که مثلا ما اگر 800 تا کارگردان داشته باشیم و هر کارگردانی 2 تا فرزندش رو وارد سینما بکنه، دیگه جایی برای بازی سایر بازیگران نمیشه. درستی. اولا که حق همه فرزندان کارگردان ها اینه که اونها در اولویت ورود به سینما قرار بگیرن. چرا؟ به دلیلی که همه زندگیشون از کودکی با سینما گره خورده. به قول معروف اصلا زلفشون با سینما گره خورده. از وقتی چشم باز کردن پدرانشون رو یا کنار دوربین دیدن یا پشت دوربین یا جلو دوربین. تو رشته های دیگه هم میبینیم. مثلا میبینیم خطاطی، امیرخانی ها، خوانندگی، نسل در نسل میبینی که خطاطن. یا آقای ایرج فرزندش، یا آقای شجریان فرزندش. خب این خیلی چیز طبیعی است. ولی اگر همه کارگردان ها بخوان بچه هاشون وارد سینما بشن، خب اصلا حجم سینما پر میشه. بله. خیلی هم وارد شدن اما موفق نبودن. اما اونایی که وارد شدن و پدرشون یا مادرشون از اهالی سینما بودن، باید تبریک گفت که خوش درخشیدن. شما نگاه کنید آقای شریفی نیا، آیا دختران آقای شریفی نیا زیر سایه پدر یا سرکار خانم آزیتا آجیان موندن؟ به نظر من نموندن. هرچند اگر زیر سایه اونا باشه افتخاری است. آزیتا آجیان دردانه سینمای ماست. آزیتا آجیان خیلی بزرگه. بازی‌های درخشان آزیتا آجیان فراموش نمیشه. شما در فیلم آقای حاتمی کیا اگر ذهنم یاری بکنه، رمان قرمز، دختر یکی دونه حساب همین زمین، تیکه این زمین رو میشناسم. تو باید بگی کی هستی. نمیخواد بگی، خودم فهمیدم. یه دیوونه ای که تو برهوت خدا با خودش حرف میزنه. یه مردی که نمیدونه چجوری با یه زن حرف بزنه.